الله تعالی تمام غریبان ما را خاصتا و کل غریبان مسلمان ها را عامتا در این ماه مبارک، در این سحری ها وقت اجابت دعا با نظر رحمت به آنها نظر کند، آنها را به راه راست هدایت فرماید. ای الله، تو گفتی که استهدونی اهدکم، از من طلبی هدایت پرسید، من هدایت میکنم. ای الله، مهاجران ما، غریبان ما و اینچنین همسران آنها و فرزندان آنها و خویشاوندان آنها، همه ما را به راه راست هدایت فرما، از راه بد در حفظ و حمایت نگه دار. حبب الینا الایمان و زینه فی قلوبنا، ایمان را در قلب ما زینت ده. حبب الینا الایمان، ایمان را به قلب ما محبوب گردان و او را در قلب ما زینت ده. کره الینا الکفر والفسوق والعصیان، و کفر و گناه و فسق و فجور را بر قلب ما بد نشان ده. و کره الینا الکفر والفسوق والعصیان، پروردگار برای ما آسان گردان که طبق شریعت عمل کنیم، از این دنیا مسلمان وفات کنیم و این غریبای امت اسلام را در حفظ و حمایت نگه دار. دعاهای آنها را اجابت کردم، آنها را با اهل و عائلشان پیوست کن، گناههای ما را مغفرت کن، از نظر رحمتت دور نگردان. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه.